از کاپتان در مورد خودشون که ببینم در مورد صفاتایی که میگم بله. چه نمره‌ای به خودشون میدم. میشه این سوالا رو از شما هم بپرسم؟ اشکال نداره پسرک، بپرس. اشکال نداره، بپرس پسر جان. امشب شبیه که میتونی زیاد تجربه کسب کنی. بله. میخوام خودت نسبت به این ویژگی هایی که بهت میگم از 1 تا 10 نمره بدی. بله چشم. تیک آف. چی؟ تیک آف. یه لحظه اسخار کاپیتان تیک آف کدومش بود؟ تیک آف که همون که بلند میشون او 10. تیک آف مطابقمو ندارید تو تیک آف، رو دستمون اومده. بفرمایید. بله. لندینگ. جان؟ لندینگ. یه لحظه اسخار میگم رفیق جان لندینگ کدوم بود؟ او یکیه که 10. ما پدر لندینگ ایرانو محسن. همه هم 10 دیگه. نه دارم واقعیت میگم، تو لندینگ مطابقه ما نیست. خیلی کار بکنم. نگو. نه چرا؟ کنترل استرس. 1. افتضاحم تو کنترل استرس. پس سریع تا استرس میگیرم باید برم دستشویی. تو این اجوری خیلی رتبه ای ندارم متاسفانه محسن. خوب خودت میگی دیگه بگم نه باید بگم. باشه. تمرکز. جان؟ تمرکز. ها این که از یه لحظه به نظرم با توجه به جوابی که دارم میدم 2. یعنی حتی برای اینکه تمرکز رو بگیم تمرکز نداشتی بگی. تو تمرکز هم اونجور رتبه ای ندارم. نه خیلی خوب. آمادگی جسمانی 50. بدن بادی بیلدینگی کات تمام عضله. درصد چربی 2. یکی زیر کریس رونالدو هستم. مطابق خودم ندیدم تو بدن. یه دونه زیر کریس رونالدو. بله او 3 درصد چربیش ما 2. فن بیان. افتضاح. فن بیان افتضاح. اگه حرف زدن بلد بودم تا حالا 100 بار مخ اعلام زده بودم. هیچ. فن بیان 2. خوبه. ارتباط با خدمه پرواز. بسیار بد. چرا؟ همراه با خشونت و حرفهای نادرست و نامناسب. چرا آخه؟ میگم عصبانی میشم دیگه میگم نه دیگه نباید بگی. تو اگه کاپیتانی نباید اینجوری رفتار کنی. یعنی میگم کاریم کرو نه کاریم کرو ولش کن. جناب خواه ولش کن. اشتباه کردم مثلا این سوالو پرسیدم.